یگان تا میگه طالب امنیت آورده. او صدقه چاو امنیت صرف به این نیست که فیزیک جور باشه. تو باید امنیت اقتصادی داشته باش، تو باید امنیت فکری داشته باش، تو باید امنیت اجتماعی داشته باش، تو باید امنیت های مختلف داشته باشی. تنها امنیت جسمی خیر در قبر بخواب زندگی نیست دیگه. اما تو بخواب خوب امن هستی، ولی اگه کس طرفت سیلام کنندم بین قبر میگه برو بستی دیگه. نه نان، نه آزادی، نه زندگی، نه اجتماع، نه فرهنگ، نه رفت آمد در قبر باش دیگه امنیت هست. نه، امنیت صرف دی نیست. تو باید امنیت فکری داشته باشی، فکرت باید دولت آرام بکنه، یعنی برای تو کار و زندگی و احترام باید برای تو داشته باشد. امنیت اقتصادی باید داشته باشی، اقتصادت باید به اقتصادت توجه شود. امنیت اجتماعی در بین اجتماع باید تو برادر عزیز آزادانه بپوشی، آزادانه بخوری، آزادانه بگردی. در پارک تفلکای 13 ساله 14 ساله رو موبایل میگیره تق در روش میزنه. چرا؟ اما خود وطنش هست، در وطن خود بگذار آزاد باشه. موی قل 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 قیچی میکنه ولی این رقم موی تو را چی؟ با موی یک جوان تو را چی او مرد خدا؟ تو خود خدا نیستی. یک آدم دلش نماز بخوان دلش نخوان، تو خلا چلاق میگیری دنگ 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 در فرقش میزنی. چرا بزور را جنت میبری؟ اون که بزور نماز خون، نماز خدا میشه بزور که بخونه. نماز باید از عمق دل خوانده شود بر رضایت. تو را شلاق نزن، تو را چنان به خوبی و با آرامش بفهمن که از دل راضی شود نماز بخونه. او که بزور خوان به نتیجه است دیگه، او ثواب نمیگیره دیگه. بزور سرش خواندی، از دل باید تسلیم خدا شویم ما، بزور نه دیگه رفیق. میگه سرت چرا نجلا؟ میگه سرت چرا سر ما سفید نشه؟ چرا سر ما سفید نشه؟ 2 لیسانس گرفتم، در 11 کشور رفتم برادر عزیز، بورسیه ها رفتم، در بین 26 کشور مقام اول در بررسی و نشان انگشت گرفتم، ولی فعلا کم و پاک هستم. چرا سر ما سفید نشه؟ سر تو سفید شوه؟ 100 رقم مشکلات اقتصادی دارم. 10 خانه بیادر اینمی لحظه دمی سر ما سینما تو. مردم ها 8 ساعت در امریکا کار میکنم، من 12 ساعت در امریکا کار میکنم. یک روز آرام ندیدیم. امی هر لحظه برم زنگ نه که فلانی چیز پیسه روان کو، فلانی پیسه روان کو. کل قوم ما بیکار، بیادرها بیکار، دیگه بیکار، کلگی بیکار.